خوش آمدین به برنامه چی کار میکنی با ویدا. سلام، خوش اومدین به قسمت 5 پادکست چی کار میکنی با ویدا. ما اینجا با آدم ها صحبت میکنیم، ببینیم چی کار میکنن و صحبتاشون الهام بخشه برای بقیه آدم ها. امروز مکس عزیز رو داریم. 24 ساعت ما با هم آشنا شدیم و اولین آقا توی برنامه. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی، ممنون که اومدی. و من تو الان ماشین که داشتیم اومدیم با علی داشتیم یکی از پادکست قبلی شما رو گوش میدادی. چقدر صحبت‌های اپامت، چقدر پر انرژی، خیلی واقعا عشق به زندگی، امید. بعد پیج اینستاگرام تو من دیروز دیدم. مرسی، خیلی خوشحالم که اینجا هستی. مرسی از دعوتتون. مرسی، ممنون. و دوست داشتم توی برنامه باشی، اون انرژی قشنگت، حرفای قشنگت واقعا الهام بخش باشه برای بقیه آدما. و هم خودم دوست دارم بیشتر بدونم، بشناسمت، چی کار میکنی، و هم آدما بدونن چی کار میکنی. حتما. مرسی. خدمتتون عرض کنم که من مکس هستم. نزدیک 15 ساله که تو استرالیا زندگی میکنم و خودم رو یه آدم کنجکاو، یه آدم اپورتونیستیک میشناسم. خیلی کیوریوس هستم که تا اونجایی که میتونم زندگی بکنم و خدمتتون عرض کنم که از سن پایین تقریبا کار کردن شروع کردم. از 15-16 سالگی وارد بحث آیتی شدم و خیلی جالب. حالا جا داره که اینم بگم، یه داستان خیلی کوتاهی هستش. من توی 15 سالگی توی یه کامپیوتر شاپ کار میکردم توی ایران و یادم میاد یه آدم غریبه، یه مشتری غریبه اومد توی شاپ که حالا یه نرم افزاری میخواستش رو من کمکش کردم و اینا. بعد برگشت یه حرفی به من زد، یه مکالمه 10 دقیقه‌ای بودش، همچین چیزی بود و گفتش که تو اگه تو این جاب بمونی شاید در آینده مثلا 1-2 شاپ خودتو بخوای داشته باشی، ولی یه سری دوره‌ها هستش مثلا توی مشن فنیه که اونا رو میتونی بگذرونی، دوره‌های بین‌المللی هستش و میتونی یه آینده دیگه رو برات داشته باشه. بعد رفتش و من هیچ وقت این آقا رو دیگه ندیدم و 2 روز بعد من ریزاین کردم از اون کاری که تو اون شاپ انجام میدادم و رفتم سراغ این دوره‌های بین‌المللی که دوره‌های مایکروسافت بودش اون موقع تو ایران. تو فنی حرفه هنوزم هستن. بله، مایکروسافت خوندم. سال 2000 MCSE مو گرفتم. بعد پشت بندش دوره‌های سیسکو. مرسی، پذیرایی شدش بیرون از اینجا و خدمتتون. و واقعا یه زندگی دیگه رو برای من رقم زدش. و دلیلی که اینو گفتم این بود که بعضی وقتا آدما مثل زنجیر به هم دیگه متصل هستن. یعنی لزومی نداره اون هینته از یه آدمی باشه که اون پدر مادرت باشه، یه دوست نزدیکت باشه. میتونه یه آدم غریبه یه تأثیر توی زندگی داشته باشه که سالیان سال این بتونه زندگی شما رو تغییر بده. خب بعد از اون همون دورها باعث شد که من یه مدتی تو ایران تدریس میکردم. چندین سال تو ایران تدریس میکردم. دورای شبکه، دورای سیسکو و مایکروسافت بود اون موقع. و بعد مهاجرت کردم به استرالیا. چرا استرالیا نمیدونم. من یادم میاد بچه که بودم سریال های اسکیپی و اینا رو نگاه میکردم. همیشه یه تصویری از استرالیا تو ذهنم بودش، با اینکه حالا خانواده من بیشترش تو اروپا زندگی میکنن سالیان سال. ولی خب اومدم استرالیا و تونستم تو شرکت‌های مختلفی که شاید اون آرزوشو داشتم کار بکنم، از سیسکو و مایکروسافت گرفته تا شرکت‌های بین‌المللی دیگه. و همیشه این کنجکاو بودن و اینکه سرمایه گذاری کردن رو خودت، یه چیزای مختلفی رو توی زندگی امتحان کردن، همیشه چیزی بودش که منو موتیویت می‌کرده که بیشتر جلو برم. چقدر جالب، خیلی جالب. خب الان چی کار میکنی؟ الان خدمتتون عرض کنم که توی زمینه فروش یا پیش فروش تکنیکال توی یکی از کمپانی‌های سایبر سکیوریتی کار میکنم. یه کمپانی امریکایی هستش اونجا کار میکنم، فول تایم هستش. ولی در کنارش یه سری کارهای جانبی دیگه خودم دارم. از اونجایی که خیلی پشنت هستم در مورد فیتنس
تو زمینه فیتنس دارم کار میکنم. تو زمینه فیتنس یه اپلیکیشنی رو درست کردیم که یه حالت مانند اپلیکیشن اوبر هستش ولی برای فیتنس هستش که یه سری کلاینت ها رو به یه سری پرسونال ترینر ها متصل میکنه تا همه جای دنیا. یه استارتاپی هستش که رو اون کار میکنم. در کنار اون یه قسمت تو موزیک کار میکنم، یه سری موزیکای الکترونیک میسازم. از دیروز من صفحه شماردم تون نگاه کردم و جالب بود. یه کتابی هم دارم مینویسم در مورد رزیلینس و اتوبیوگرافی هستش و خدمتتون عرض کنم که اینم جزء چیزایی هستش که خیلی من بهش علاقه‌مندم. چون مثلا اجازه نمیدونم شما سوال بپرسید چنان من معتقد هستم که همه ما آدم ها کلی پتانسیل داریم برای اینکه رشد بکنیم و قوی تر بشیم. اگه بخوام یه مثال بزنم، ماها مثل یه توپ بسکتبال میمونیم. یه توپ بسکتبال شما وقتی باunce بکنی بزنین برمیگرده. بله. ولی توی مسیر زندگی بعضی وقتا این توپ بسکتبال امکان داره باد نداشته باشه. شما یه توپ بسکتبالی که باد نداشته باشه زمین بزنید دیگه بر نمیگرده، همونجا میمونه. ولی همچنان توپ بسکتبال، یعنی همچنان پتانسیل رو داره. خب بعضی وقتا فقط اون باده هستش که لازم هستش که دوباره اون به خودش برگرده. اون باده چطوری ببین من فکر کنم که آدما هر کدوم برای خودشون متفاوته. یعنی که شما توی یه نقطه‌ای، من یه پادکست دارم حالا به نام در دل تاریکی. آره این پادکست فارسی هستش و به نظر من ما همه آدما توی زندگیشون، تو مسیر زندگیشون به یه نقطه‌ای میرسن که اون دل تاریکیه. یعنی به یه جای پایینی میرسن و بعد از اون شاهد یه روشنایی میشن. یعنی به نظر من میتونه بر آدمای مختلف این موضوع متفاوت باشه. برای شخص من بزرگترین نجات دهنده من ورزش بوده. به خاطر همین پشنت هستم روی این موضوع. به نظر من تو این دوره‌ای که ما زندگی میکنیم که آدما دنبال هپینس هستن، آدما دنبال این هستن که دیرتر پیر بشن، مشکلات منتال هلت هستش و مسائل دیگه هستش. فیتنس یکی از چیزایی که در دسترس شما هستش. هم رشته‌های مختلف ورزشی هستش که بستگی به علاقه آدم‌ها، اگه یه نفر دوست داره توی بازی گروهی شرکت بکنه یا بازی فردی شرکت بکنه، یا حداقل چیزی که میخواد شما یه کفش میتونی بگیری و شروع کنی به دویدن. آره. و اون حسی که بعد از ورزش معمولا باقی میمونه چیزی هستش که من با هیچ چیز دیگه تبدیل تجربه. خیلی همون حس اعتیاد آوره. کاملا درسته. من خواهرم کاملا یک معتاد ورزش هستش. روزی مثلا کلاس گروهی ها رو 2 تا رو پشت سر هم میگذرون و روزی که نمیرفت میگفت حالم بده. کاملا درست. اصلا میگفت حالم مثلا انگار داروهاشو نخورده. به شدت اعتیاد پیدا کرده بود و چه اعتیاد خوبی. دقیقاً کاش همه اعتیاد ورزشی که البته خیلی خوشبختانه که الان هم توی استرالیا هم توی ایران ورزش ترند شده و چقدر این ترند خوبی هستش به نظر من. خیلی قشنگه، خیلی اتفاق خوبی هستش. دقیقاً ما تو الان بیرون داشتیم یه بحثی می‌کردیم و صحبت این بود که خیلی چیزا هستن توی زندگی که تحت کنترل ما نیستن. یعنی ما نمیتونیم در برابر اون کاری انجام بدیم. انقدر بزرگتر از ما هستن، از جمله مسائل اقتصادی هستن، مسائل سیاسی هستن و چیزای دیگه. ولی یه سری چیزها تحت کنترل ما هستن و واقعا نقطه بین موفقیت و عدم موفقیت یه نفر اون تبدیل کردن اون چیزایی که تحت کنترل تو هستن اون چیزایی که به نفع تو هستن و به نظر من این انتخابه هستش که باعث میشه که آدما موفق تر باشن توی زندگی خودشون یا که نه. آره خیلی خیلی قشنگ گفتی. آره کاملا درسته. خیلی موافقم. خب بریم سوالای بعدی. خب فکر میکنم که شما ویکنداتون رو میخواستم بپرسم تعطیلات ویکندا چی کار میکنی؟ فکر میکنم ویکندا ورزشی. ورزش معمولا پای ثابت هستش. نه اینکه زنگ میزنن میگن کجایی، میگن باشگاه دارم میرم باشگاه تورا باشگاه دارم از باشگاه مهران مدیری یه دونه دارم. خیلی اون باحاله. آره باشگاه معمولا همیشه هستش ولی خب سعی میکنم که تعطیل یعنی ویکند ها رو بیشتر تو طبیعت باشم، با دوستان وقت بگذرونم
و خب بعضی وقتا هم به پروژه خودم میرسم، چون معمولا یه کار فول تایم داشتن و در کنارش یه سری پروژه ران کردن یه مقدار انرژی برای وقت گیرتر هستش. به خاطر همین بعضی وقتا برنامه‌ریزی میکنم کمتر باشم. سوال بعدیم اینه که سخت ترین بخش زندگی توی استرالیا چی بوده؟ کلا مهاجرت به نظرم خیلی کار سختیه. یعنی مهاجرت، حالا شما اصلا تصور بکنید که کسی که فرض کنید تو تهران زندگی میکنه بخواد بره اصفهان که آدما هم زبونش هستن میتونه خیلی سخت باشه. کار جدید، آدمای جدید، دوباره ساختن اون نتورک ها، کانکشن کار سختیه. حالا مهاجرت به یک کشور دیگه ای که کالچرش متفاوت هستش، زبانش متفاوت هستش، میتونه خیلی سخت باشه. به نظر من سخت‌ترین چیزی که میتونه برای آدم وجود داشته باشه، باز تو مقاطع مختلف فرق میکنه. مثلا برای شخص من تو ایران 10 سال کار میکردم، کار خیلی خوبی داشتم اونجا، مشاور چند تا بانک و چیزای مختلف بودم. موقعی که وارد استرالیا شدم 3 ماه اول برام کار پیدا کردن خیلی سخت بود و اینکه رزومه قوی داشتم خیلی سخت بودش. یعنی اینترویو ها رو اصلا زبون متوجه نمی شدم، اینترویو ها رو میرفتم عرق میریختم. زبان سخت دقیقا تا اینکه یاد بگیری که دقیقا اون چه جوری باید صحبت بکنی، چه سوالایی پرسیده میشه، چه جوابه. و این نکته هم به تمام کسایی که تازه وارد استرالیا میشن، کار پیدا کردن که سخت ترین کار هستش یا میخوام بیان. آره مثلا اولین کار. آره من خودم یکی از سختیام اینه که توی کار خیلی سختم کارم رو عوض کنم و اون استرس مصاحبه، اون نفهمیدن سوالایی که یه دفعه اشتباه جواب بدی، اینا خیلی آدم بعضی وقتا میگه اصلا ولش کن، همین شغل الانمو انجام میدم کافیه. دقیقا این یه کامفورت زونی رو معمولا درست میکنه. ولی خب من یه کتابی داشتم چند وقت پیش میخوندم و اینم این هستش که بعضی وقتا اون موفقیت پشت اون رنجه هستش. یعنی اینکه شما یه سری رنج ها رو باید ببینید، یه سری سختی ها رو باید باش مقابله بکنید، فیس تو فیس بشید تا اینکه به اون چیزی که پشتش هست برسید. و به نظر من اون 3 ماهی که من نتونستم کار پیدا بکنم ولی همچنان تلاشم میکردم، اینترویو میرفتم، تمام روش‌های مختلف رو پیدا میکردم، از لینکدین، از با آدمای دیگه، ورد آف ماوس، چیزای مختلف سعی تلاش میکردم و اینترویو میرفتم، فیل میشدش ولی مثلا یادم میاد شاید 20 تا 30 تا اینترویو رفتم ولی یه چیزی از تو اونو یاد میگرفتم. یعنی اون مخلص کلامم این هستش که تمام این تلاش ها رو به چشم فیلیر نبین. من خیلی سخته عمل کردنش، ولی اینکه اگر تمام سختی هایی که درگیرش میشید رو به عنوان یه پله‌ای برای رسیدن اون چیزی که میخواید ببینید، شاید براتون راحت تر باشه و در نهایت بهش میرسید. درسته. اگر بخوای به کیفیت زندگی از 1 تا 10 نمره بدی، چه نمره میدی؟ به کیفیت زندگی شاید نمره 8. به حس امنیتی که داری؟ به حس امنیت میشه گفت 10. هدفت برای آینده چیه؟ ببخشید من سوالات تو می‌پرسم، وقت برنامه داره تموم میشه. به من گفتم باید سریع تموم کنی ولی من شما رو واقعا به نظرم باید یه پادکست درست حسابی بشینیم با هم، کلی خیلی حرف دادید. آره باید من پادکستاتون همه الان بعد از این برنامه رو میبینم. مرسی. ببینید لطفا. و آره هدفی که دارم برنامه چیه؟ چی کار میخوای بکنی؟ فکر میکنم اینطوری بپرسم. من حقیقتش توی این مدتی که توی استرالیا زندگی میکردم و حالا از قبلش هم که حالا درگیر کار بودم و مسائل دیگه، به خیلی از چیزهایی که میخواستم تقریبا رسیدم. به اون چیزهایی که رسیدم و در نهایت چیزی که دنبالش هستم و دوست دارم اون ادامه داشته باشون آرامش هستش به نظر من. یعنی مثلا کله فتح کردن چیزای مالی یا یه بیزنس یا چیزای دیگه تقریبا اون کار رو انجام دادم و در نهایت چیزی که برام هستش این هستش که یه حس آرامش و یه حس فولفیلمنتی داره که تو بتونی که یه زنجیره‌ای باشی که اگه به کسی هم خوبی نمی‌کنی به کسی آزار نرسونی.
یه همچین چیزی. خیلی قشنگ بود، خیلی صحبتات قشنگ بود. مرسی. مرسی ممنون که اومدی توی مرسی که دعوت کردید. مرسی ممنون. اولین پسری هستی که پرچم پسر رو بالا. و حتما شما تو برنامه‌های بعدی خواهید بود. مرسی ممنون ازتون و پادکستاتون هم من میرم گوش میدم، هم شما برید گوش بدید. قسمت 5 برنامه بود. مرسی، صحبتات بسیار الهام بخش بود، خیلی خوب و قشنگ و مفید بود. و این پادکست رو از هر پلتفرمی که میبینید لطفاً با دوستاتون شیر کنید، براشون بفرستید، ما رو حمایت کنید تا بتونیم از این از این برنامه قشنگ بیشتر براتون پر کنیم و داشته باشیم. مرسی، ممنون، مرسی که هستین. خداحافظ. مرسی.